قاعده 28 چی است؟ قاعده 28 مفهوم توحید و شرک در عبادت را به طور دقیق بفهمیم. توحید و شرک در عبادت. اینال توحید چی را میگه؟ توحید عبادت تعریفش چی است؟ ایمان داشتن به یگانگی الله در عبادتش می باشه. توحید عبادت چی است؟ ایمان داشتن به یگانگی الله در عبادت می باشه. یگانگی الله به توحید عبادت در صورت می شود که تمامی عبادات قلبی، زبانی، بدنی و مالی مخصوص الله سبحانه و تعالی انجام داده شود. و شرک در عبادت چی را میگن؟ میگه تسویت غیر الله بالله فيما هو من خصائصه سبحانه و تعالی. اگر یک کسی را در عبادت الله با الله مساوی میسازی و یا شریک میسازی و یا داخل میسازی، اینمی شرک است.